هفته گذشته روباه بنفش، آخوند روحانی، یه عده کاسلیس حقیر و ساندیسخورای از یه مدل دیگر رو بار زد تحت عنوان هنرمند، آورد ریخی جایی و برای وراجی صدمه یک قاز خودش خلاصه ازشون استفاده کرد. یه دون داد و ستد دیگه، یک تکه استخون در برابر شرکت در همایش فروش شرافت. بار اولش هم نیست. اون یارو هم که براش نماهنگ تبلیغاتی بابت 100 روز ریاست جمهوریش رو ساخته بود، در واقع از روی کلیپ انتخاباتی اوباما کپی کرده بود که البته فضاحتش هم عالمگیر شد، به طور کاملا اتفاقی بلافاصله بعدش صاحب انواع و اقسام نوندونی در منطقه آزاد کیش شد. حالا این به اصطلاح همایش طبق معمول با روده درازی ها و پرت و پلاگویی های روحانی شروع شد. آقای روحانی در جمع هنرمندان هنر را خلاقیت دانست و گفت هنر با ارزش پیوند ذاتی دارد، زیرا هنر یعنی عروج فکر از سطح عادی به سمت متعالی. ذات هنر با مفهوم خیر و نیکی یکیست. قبل از عصر جدید هنر بسیار فراتر از هنرهای زیبا تفسیر میشد. هنر گفتگو، هنر معاشرت، هنر دیپلماسی. اما در خلال حقه‌بازی‌های آخوندی یک هدفی رو هم موذیانه پیش می‌برد. رئیس جمهور تاکید کرد قرار نیست هنرمند نوک پیکان تحولات سیاسی یا اپوزیسیون باشد و قرار هم نیست زینت المجالس یا گوشه نشین خرابات و خانه باشد. خب هنرمند تو اپوزیسیون که نباید باشه، گوشه نشین هم نباشه، پس کجا باشه و در خدمت کی؟ الان جواب رو خودش میده. برای یاری دولت، دست دولت به سوی هنرمندان دراز است. این دست دراز خب لابد همجنس‌های خودش رو هم پیدا میکنه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند این جغد با آن جغد پرواز. یک ساندیسخور بسیجی تحت عنوان خواننده این مدل هنر آخوندی رو که اشاره کرد عرضه میکنه. منتها این معدن فهم و شعور نیامده اقلا یه زحمتی بکشه یا یه پولی خرج بکنه، یه پولی بده مثلا به یک به اصطلاح شاعری از مدل خودش که این دستورالعمل وزارت اطلاعات رو تبدیل به یه چیزی شبیه شعر بکنه، بعد بیاد بخونه. همینطوری صاف دستورالعمل رو برداشته برده تو آهنگ. اول یه سری تصاویر بمب و موشک و انفجار اینا رو نشون میده، بعدش هم فکر کنم بهتره که خودتون ببینید. حالا بازم بشمرم اینا گزینه های روی میز ماست. حالا بازم بشمریم گزینه های روی میزتون چیا. حالا بازم بشمرید گزینه های روی میزتون چیاست. بله، آخرین میخ رو هم بر تابوت هنر سلاخی شده خود روحانی کوبید. معلوم نیست داره تعریف میکنه یا افشاگری. رئیس جمهور افزود امام خمینی رحمت الله علیه تنها فقیهی بود که از یک فیلم و فیلمساز روشنفکر به نیکی یاد کرد. مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های با منفعت محل کار